گلو درد داری؟ هنوز نمیدونی آنتیبیوتیک باید مصرف کنی یا نکنی؟ پس تا آخر ویدیو با ما همراه باش. سلام عزیزان، وقتتون بخیر. حالا احوالتون چطوره؟ من دکتر رضوانی هستم و قراره که امروز توی این ویدیو شما با انواع اقسام گلو دردها به خصوص گلو درد باکتریایی و ویروسی آشنا بشین و در نهایت بدونین که آیا باید آنتیبیوتیک مصرف بکنید یا نباید مصرف بکنید. بدون معطلی بریم ببینیم. خب دوستان، قبل از اینکه بریم توضیح بدیم یادتون نره که کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو فعال بکنید تا هر موقع که ویدیوی جدیدی آپلود شد براتون نوتیفیکیشن بیاد و خیلی راحت بتونین اون رو تماشا کنید. با لایک و کامنتاتون حمایت کنید. حتی اگه هیچ کامنتی نداشتین یه قلب کوچیک میتونه به ما انرژی بده. خب تو طول زندگی هر کدوم از ما چندین بار گلو درد گرفتیم و خب گاهن مجبور شدیم آنتیبیوتیک استفاده کنیم و گاهن نیازی نبوده و خب شاید سر خود آنتیبیوتیک هم استفاده کردیم. بریم ببینیم که علائمشون به چه صورت هستش و اصلا این گلو درد چه علائمی داره. اول بریم سراغ واژه گلو درد، ببینیم این گلو درد چی هستش. در واقع گلو درد اون احساس سوزش و خراشیدگی ته گلوی ما هستش که خب میتونه همراه با بلع دردناک همراه باشه یا حالا این بلع دردناک کمتر و خفیفتر باشه. خب بستگی داره به اینکه چه عفونتی باشه. حالا این گلو درد تو خیلی از موارد وجود داره. میتونه عاملش عفونت باکتریایی باشه، میتونه عفونت ویروسی باشه یا حتی اصلا عاملش عفونتی در کار نباشه. بریم ببینیم علائم چطوریه. معمولا تو عفونت‌های باکتریایی عامل باکتری استرپتوکوک هستش. خب این استرپتوکوک چه ویژگی داره؟ میتونه باعث بشه که حالت تهوع، استفراغ، دلدرد، دلپیچه و کاهش اشتها برای فرد ایجاد بکنه. پس اگر کس این علائم داشت بیشتر شک میکنیم به عفونت باکتریایی. ولی خب دوستان، همین اول این نکته رو بهتون بگم که همه علائمی که ما میگیم مختص این مورد نیستن. ممکنه بعضی از علائم مشترک هم باشن، مثل تب که خب توی هر دو تا گروه وجود داره. مورد بعدی تورم گلو هستش. ممکنه گلوی شخصی که معاینه میکنیم ببینیم که خیلی متورم شده و حتی ممکنه یک رگه ها و یک لکه های سفید رنگی قسمت لوزه ها وجود داشته باشه که خب میتونه نشانه از عفونت باشه، ولی نه در همه موارد. برخی از افراد به صورت مادرزادی یا حالا به خاطر سیستم بدنیشون میتونن سنگ های لوزه هم داشته باشن. سنگ لوزه چیه؟ در واقع رسوب و تجمع مواد غذایی تو قسمت لوزه های بعضی از افراد هستش که خب میتونه تشکیل سنگ لوزه رو بده و گاهن با عفونت اشتباه تشخیص داده میشه. پس شاید این تشخیص برای شما آسون نباشه. مورد بعدی بلع دردناک هستش. خب به دنبال استفاده از مواد جامد، غذا خوردن یا حتی گاهن آب خوردن شکایت دارن از گلو درد دردناک و بلعی که خیلی سخت انجام میشه و از گاهن اصلا دلشون نمیخواد غذا بخورن. خب اگر پزشک شک کنه که این عفونت باکتریایی هستش باید حتما آنتیبیوتیک برای شما تجویز بکنه، چرا که اگه آنتیبیوتیک شما استفاده نکنید ممکنه طول درمانتون خیلی طولانی تر بشه و یا حتی باعث یه سری عوارض جدی مثل سینوزیت و یا عفونت گوش بشید. حالا بریم سراغ اون دسته از گلو دردها، عفونت‌های ویروسی. خب مثل چی؟ مثل سرماخوردگی ساده، آنفولانزا، کرونا و حالا موارد دیگه. معمولا این دسته عفونت ها همراه با سرفه، آبریزش بینی، احتقان بینی، عطسه و به طور کلی علائم کوریزان هستش. همونطور که میدونید عفونت های ویروسی نیاز به آنتیبیوتیک ندارن، چون اصلا آنتیبیوتیک روی این دسته اصلا اثری نداره و صرفا جز اینکه شما مقاومت پیدا کنه بدنتون به آنتیبیوتیک و حالا یه سری هم ضرر و زیان هایی داشته باشه، سودی برای شما نخواهد داشت. علائم دیگه که میتونه به ما کمک کنه بدن درد، تب و لرزهایی که به صورت مداوم هستن، درد عضلانی، خستگی، احساس کوفتگی و خب این موارد هستش. یه سری از گلو دردها هستن که شما حالا اولش احساس میکنید که گلو دردتون
عفونت ویروسی هستش، ولی علائمی از عفونت باکتری هم داریم. خب متاسفانه باید بگم که بله، ما دسته سومی هم داریم که اون افرادی هستن که یه عفونت ویروسی میگیرن و بعد از اون یه عفونت باکتری هم حالا به دنبال اون ایجاد میشه. خب همونطور که همون اول گفتم، تشخیص عفونت باکتریایی و ویروسی کار آسونی نیستش، به خصوص اگر جزء این دسته قرار بگیرید. دسته چهارم دسته هستن که اصلا عفونتی در کار نیست، یعنی گلو درد دارن ولی خب بدون اینکه عفونتی وجود داشته باشه. مثلا ممکنه شخصی که آسم داره یا به یه ماده خاصی آلرژی داره و به دنبال اون تحریک گلو داره و حالا عطسه، سرفه و این موارد هم میتونه همه با هم میکس شده باشه و شما رو گیج بکنه. مثل حالا شوینده ها، مواد پاک کننده، عطر، اسپری، ترافیک و آلودگی هوا، یا اینکه حالا به خاطر یه سری از بیماری ها باشه، مثلا مثل رفلاکس معده به مری که باعث بشه که شما سرفه بکنی، صداتون خشن بشه و علائم خاص خودشو داشته باشه. و یا خدای نکرده به دلیل یه سری از تومورها که تو قسمت گلو یا حنجره ایجاد میشن و خب نشانه از کنسر یا همون سرطان هستن که شما حتما باید توی مورد به پزشک مراجعه کنین و تحت نظر باشین. و مورد آخر داروها هستن. خب یک سری از داروها میتونن باعث سرفه بشن بدون اینکه خب گلو درد ایجاد بکنن. بنابراین بهترین کار این هستش که شما به پزشک مراجعه کنید و این تشخیص رو بذارید به عهده پزشکتون، بتونه به سرعت تشخیص بده. و خیلی مهم بده که شما اگر عفونت باکتریایی دارین داروی آنتیبیوتیک مصرف بکنید. خب حالا اگه برای پزشک هم مجبور بوده باشه، پزشک میتونه با یه آزمایش خلط تشخیص بده که چه نوع باکتریایی هستش و طبق اون باکتری آنتیبیوتیک مخصوص رو برای شما تجویز بکنه. از طرفی اگر عامل ویروسی باشه، خب هیچ نیازی نیستش که شما آنتیبیوتیک مصرف بکنید. صرفا شما باید استراحتتون رو زیاد بکنید، مایعات زیادی استفاده بکنید، به خصوص مایعات گرم، دستا رو مکررا بشورید، ضد عفونی بکنید و در نهایت با تقویت سیستم ایمنیتون سریعتر خوب بشید. در واقع عفونت‌های ویروسی سریعتر خوب میشن و خود محدود شونده هستن، یعنی شما حتی اگر کاری انجام ندید، داروی استفاده نکنید، خود به خود خوب میشید. ولی خب پروسش ممکنه حالا بین 3 تا 5 روز متفاوت باشه و هر چقدر که اون مواردی که گفته شده بیشتر رعایت بکنید میتونه کمتر هم باشه. ولی خب برای عفونت‌های باکتریایی ممکنه از 14 روز هم بیشتر باشه و چه بسا حتی باعث بشه که بعد از اون اگر شما آنتیبیوتیک استفاده نکنید باعث یه سری بیماری‌های مثل سینوزیت و عفونت گوش هم بشه و خب آسیب جدی برای شما داشته باشه. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. براتون آرزوی سلامتی میکنم و بدرود.